به نام خداوندی بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. سلام دوستان عزیز، من میخوام سوره همزه را به زبان تاجیکی برای شما بگویم. سوره همزه از 9 آیت عبارت است و به زبان تاجیکی عیب کننده می باشد. به نام خداوندی بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. وای بر هر عیب کننده غیبت گوینده، آن که مال را فراهم آورد و آن را نگاه داشت. می پندارد که مال او به او زندگی جاوید می دهد. نه البته به حطمه انداخته خواهد شد. و تو چی می دانی که حطمه چیست؟ آن آتش افروخته شده خدا است که بر دلها غالب شود و دوستی که آن آتش بر آنها گذاشته شده است در ستونهای دراز. دوستان عزیز، شما می توانید به کانال من در آمده ابونه شوید و دیگر سوره های قرآن را به زبان تاجیکی گوش کنید. در پناه خدا باشید. خدا نگهبانتان باد.